تو خیال کردی انتقامی از آنها خواهیم گرفت که روزشان را تبدیل به شام سیاه خواهد کرد و به یاری خداوند آمریکایی ها بدانند فتح نکردند بلکه گام به گام به سقوط نزدیک شدند و میگویم اعلام میکنم امریکایی ها در دنیا دیگر آرامش نخواهند داشت. صدها سردار سلیمانی دیگر از این خاک بلند خواهد شد و یه پیامی هم دارم به آقای ترامپ خائن و دیوانه. مطمئن باش تو یه نفر کشتی ما 1000 نفر تو میکشیم. همه مردم دنیا شاهدند که آمریکای جنایتکاری که همواره مدعی مبارزه با تروریسم بوده خودش اومده کسی رو به شهادت میرسونه که نفر اول مبارزه با تروریسم بوده در جهان، نفر اولی بوده که تونست داعش رو شکست بده. ما باید قدرت نمایی بکنیم. در این قدرت نمایی هم لازمه تو دهنه محکمی به رئیس جمهور آمریکا به نخست وزیر رژیم صهیونیستی زده بشه. جنگ و کشتار که هیچ کجای دنیا قابل قبول نیست. این یه عمل غیر انسانی و غیر اصولیه، ولی نمیدونم چرا سازمان ملل سکوت میکنه و یا اقدامی انجام نمیده.